بیرون ها. چقدر حواستون رو جمع خوب کنید. بلدی اونجا رو، چارکوکا رو بلدی، پیروزی بلدی اونجا. کلا که تهران بیای مسافرخونه جایی بلدی میشناسی بری؟ تهران رفیق زیاد دارم خب، ولی الان نزدیک خیلی وقت نیومدم تهران. خیلی دوست دارم بیام حقیقتا، خیلی هم دوست دارم بیام ها، میدونی. ولی اگه من پام به سر بیام تهران، سر از شمال و کرج و مشهد و رو به قبلم و همه جا در میام به خب خدا. جان اینا رو بذار ولش کن گوشیمو تو جگر بالکن بزنم شارژ خودی بس. مجرد استی بزنش. متحی. من اگه خدا نگام بکنه مجردم، هنو دم به تله ندادم، ولی اوه حقیقتا واقعا دنبال. منم ولی خیلی ازتون انرژی مثبت گرفتم، یعنی کلا وایبی مثبت گرفتم. میشه منو تو با هم ازدواج کنیم؟ من خیلی دنبال شوهر گشتم، هیچ کسی منو نگرفت. اگر قبول بکنی به جای طلا بدل برات بسونم، چش همین الان میام خواستگارت، قربونت برم، ویتامین من. عشق من فقط خودی تو میخوام، طلا واسم مهم نیست. پول خب چیه؟ طلا شده خودی گرم و خدا تو من کلسه هم کلیه هم نمیخره، همین الان من بگم هیچ خودی آبشری باشی، ندارم. سایه بالا سرم باشی، بالیش تو سرم باشی، من هیچی نمیخوام، فقط تو رو میخوام. این حرفا چیه؟ قربونت برم، ویتامین قلبم، وی عاشقت شدم. یعنی دمانده یعنی بگیرم. یعنی شما هم از من خوشتون میاد؟ من یه آدم، کلا یه آدم هستم، کلا خیلی عاشق شدم، عاشق شدم رفت، کلا وابسته شدم به خدا. چند درصد عاشقم شدین؟ از چند درصد به چند درصد بگم چند درصد عاشقت شدم؟ قربونت برم. خب از 100%. من میگم اصلا 1000%، تا اصلا 100 اوه کمه. تشکر. فقط کی میای خواستگاریم؟ ولی به خدا خیلی خوشگلی. تشکر، مرسی، زنده باشین. یا میخوای همینجا خواهر بزرگترم ما یونا جان هست ازشون خواستگاری کن منو. یونا خب بابا، نور چشم من، برادر من، قربونش برم، وی، نگاهی قربونش میاد برم. جلوی چشم، دماغش هم میره تو چشم. خب لطفا اگه از من خوشتون میاد واقعا من از خواهرم آریان و یونا جان خواستگاری کن که به امر خیر خدا و پیغمبر سنت پیغمبر منو میدن بهتون یا نمیدن. من دیگه خسته شدم دنبالش گشت. بعد سیما هم؟ اما کو بگو جانم، شوهرم، ایمانم. جانم الکی اون شوهرم. ها. شوی میگم سیما جان. چند سالته قربونت برم؟ من 22 ساله هستم. 22 سال. خب خیلی سنمون تفاوت داره. تو چند سال هستی؟ سین مهم نیست. ببین اصلا 30 سال 20 سال هم از من جوانتر چیز با بزرگترم باشی من برام بی... مهم نیست. مهم اینه که من من قلب 27 زیبایی تو سالمه. دوست دارم. معرفتی تو دوست دارم. من ببین 27 چقدر آدم با سالمه. معرفت. اصلا این که هم سیندیم اصلا. این حرفا چیه؟ یه وقت ازدواج واقعا خراب نکنی به خاطر این چیزای مزخرف. تا خب حالا از مردم شیراز باید دو سه اومدی؟ سال بزرگتر باشه دیگه. سیما جان یه مردم از شما آره دیگه. 22 هستی، آقا ایمان 27 هنوز کوچیکم هست. باید حداقل یه مرد باید 5 6 سال 10 سال از یه زن بزرگتر باشه، چون که تو زندگی بهتر بتونن زندگی کنن، چون دخترها بچه زود ما عاقل سردم من میشن. پشت شیشه میشنوم. دقیقاً. خب میشه منو خواستگاری کنی لطفا؟ ولی خب بهش الان بگو که چیز هستی. یعنی تو سیما جون مجازه بهش شرایط. خواستگاری، یعنی تو مجازه خواست چی گفتی الان؟ خواستگار خواستگاری. خواست خب شرایطی خواست منو میدونی شما؟ بهش خواست بگو که لای سیما جون شما چیز کلوی. هستی، دوگان سوزی. بله من دوگانه سوزم، ترنس هستم. شما مشکلی نداری با این قضیه؟ نه قربونت برم، عیبی نداره، آدم دستگیره داشته باشه چه عیبی داره؟ او مای گاد، واقعا شما مردین. شما یک مردی به تمام معنا هستین. خیلی ممنون مهم شما همینجور که مردین. برای تو طلا مهم نیست، پول مهم نیست، چی مهم نیست، ولی یه مشکلی هست که او بعد بهت میگم تو لایو نمیشه. خیلی خوب. خیلی خوب، پس خواهر آخه جان یونا لایو جان. یونا قطع شد. میگم من الان نمیتونم فوالتونم بکنم متاسفانه. خب چرا؟ نمیدونم، این چیز آبیه برای من نمیاد، واسه من نمیاد. نه وقتی که تو لایوی نمیشه. آره. آه
اشکالی نداره نه عشقم، تو که ولی تو آقا من کامل کاری می‌کنی، من ندارم کامل. به جون عزیزم. خب حالا بچه ما با هم شوخی میکنیم اینا، ولی به جون عزیزم به کفنی پدرم قسم جدی میگم، من 99% رفیقام ترنس هستن تو خود شیراز. خب پارتی هم زیاد میرم، هفته شاید 2 3 بار دیگه میرم. قبلا هر شب میرفتم، بعد تو پارتی ها ترنس ها زیاد میان. واقعا ترنس ها برای من قابل احترامه. خب هیچ کس نمیدونه. خب اینا یه واقعا قلب پاک صافی دارن، به قرآن جدی میگم، واقعا میگم. من نگاه باشون الان 2 3 سال باشون رفاقت دارم، خب میشینم باشون مشروب و فلان و بیسار، ولی کلا خب لذتی که باشون میبرم خب دور و دورنگ نیستن.